خدایی نکرده به دردسر نیفتی یا احیانا اموالت مصادره نشه، حتما این 5 موردی رو که میگم مرتب توی ادولتت کنترل بکن، چون ممکنه حتی به خاطر یه تخلف رانندگی کوچیک وسیله نقلیت توقیف بشه. توی دولت هر شخصی کلیه اطلاعات مربوط به اون شخص از اقامتش، بیمش، دارایی هایی که داره مثل ملک، ماشین و اجرایات، دادگاه، هر چی که فکرشو بکنید داخلش هست. اما این 5 مورد مهم. مورد 1، آیا توی دادگاه دعوایی یا پرونده‌ای علیه شما باز شده؟ مورد 2، آیا اجراییه‌ای برای شما صادر شده؟ مورد 3، آیا توقیفی روی اموالتون وجود داره؟ مورد 4، آیا آدرس ابلاغ الکترونیکیتون فعاله که حکم صنایع ایران رو هم داره؟ مورد 5، آیا بدهی مالیاتی یا جرایم رانندگی دارین؟ سعی کن ماهی 1 بار این 5 موردی رو که بهت گفتم حتما کنترلش بکنی. این پستم بفرست برای اون دوستایید که ساکن ترکیه هستن که حتما به دردشون میخوره.